دوستان خوش اومدید به ویدیو اول چنل مستر درآمد. داخل این ویدیو قرار که ما به شما آموزش بدیم چگونه پول از گوشی در بیاریم، فقط با یک برنامه. داخل ویدیوهای بعدی هم ما به شما آموزش میدیم. حتما چنل ما رو ساب کنید. زیاد وقت نمیگیرم، میریم سراغ آموزش. اولین کاری که ما میکنیم داخل گوگل سرچ میکنیم پامپ. وقتی که سرچ کردیم ما وارد برنامه میشیم، اسمش هم میبینید پامپ هستش. شماره موبایل میخواد ازمون 0 شماره که زدید یک کد براتون ارسال میشه، کد رو هم باید بزنید. خب دوست، من الان بلیتی ندارم که انجام بدم. اینجا 5 بلیت به شما میده. با این 5 بلیت شما میتونید قیمت اتریوم رو پیش بینی کنید تا 15 ثانیه 30 ثانیه 50 به بالا. وقتی که شما پیش بینی کنید، همینطور که جوایز میبینید دارن تکون میدم، این اول 500 تا تک تومانه، بعد دو برابر همینطور 2 برابر میشه و به بالا میره. ببینید اینجا 4000 تومان، بعد اینجا که نوشته 10 سنت 10000 تومان، 1 تتر 113000 تومان، 7 تتر 700000 تومان. همینطور پیش به جلو اگه بتونید قشنگ جواب بدید و درست بود. فقط 36 مرحله داره. بتونید اینو به داخل میلیاردر که سهله، خیلی قوی میتونید انجام بدید. اینجا هم یه سری تاسک داره که میتونید انجام بدید و بگیرید. خب بچه ها، لینک بازی هم زیر توضیحات میذارم، بزنید روی عنوان فیلم، خودش باز میشه براتون و میتونید راحت ببینید. این هم تاریخچه برداشت منه. و اینم بگم بهتون که باید یک کیف پول والکس درست کنید. خیلی هم راحته. کد ملی و تاریخ تولد، شماره تلفن میخواد، همین چیزا. منم تا حالا 28000 22000 10000 20000 فقط داخل یه روز برداشت داشتم. البته 2 روز، ببخشید، داخل 2 روز این برداشت رو داشتم. خدا نگهدار تا ویدیو